آیا خاورمیانه در آستانه یک بحران بزرگتر قرار گرفته است؟ از هشدار امریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران تا گسترش تنش‌های نظامی و افزایش فشارهای اقتصادی، تحولات تازه نگرانی‌ها درباره آینده منطقه را بیشتر کرده است. سلام، به این ساعت خبر و تحلیل با من سوسن حبیبی از یک خوش آمدید. برای بررسی بیشتر این تحولات و پیامدهای آن بر منطقه، همکارم سعدالدین حکیمی در استودیوی 2 با ماست. حکیمی، سلام بر خودت. میشه بگی که تنش‌های تازه میان ایران و کویت تا چه اندازه میتونه که روابط تهران با کشورهای خلیج را پیچیده‌تر و بحران منطقه را بیشتر بکنه؟ اگر به نگاه کوتاه به تحولات اخیر و اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بیاندازیم، سفر آقای دونالد ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همچنان دیدارهای مخفی که در خاور میانه اتفاق افتاده، کشورهای عربی از جمله امارات متحده عرب و همچنان کویت در ذات خودش و نیز کشور عربستان سعودی در کل یک ماجرای جدید را، یک قضیه جدید را، یک ورق جدید را برای این تنش ها باز می کند. تنش ها در حال حاضر به صورت گسترده در حال یک مرحله خطرناک قرار گرفته است که هرچند توقف پیدا کرده، اما در اینجا می بینیم که این توقف کوتاه مدت یا این درنگ بی موقع سبب گسترش ایده پردازی های زیاد شده است. من جمله ای که اکثرا به این فکر میشه که پیامدهای سیاسی و امنیتی گسترده و خطرناک را در پی داره و به دنبال داره. حالا کشورهای عربی که یک زمان حامی و حمایتگر تهران بودن و خواستاری بودن که حداقل اگر آشکار پیام‌های میان آنها و کشورهای غربی و اسرائیل رد و بدل نشه، حالا به شکل علنی رسیده است. امارات متحده عربی حالا روابطش را با اسرائیل علنی کرده است، در ظاهر ساخته است. خب پیش از این به شکل مخفیانه بود. کویت همچنان به می شکل، عربستان سعودی همچنان به می شکل یک طرز برخورد متفاوت را در قبال سفرهایشان یا ارتباطشان با دیگر دنیا داشتند و نمیخواستند که کانال ارتباطی با تهران آسیب ببینه و همچنان روابطش را با دنیای غرب همچنان داشته باشد تا اینکه حفظ امنیتشان شود، تا اینکه روابط سیاسی، اجتماعی و همچنان تجاری و اقتصادی را هم با دنیای غرب داشته باشند. به یک شکل گفته میتونیم بانو حبیبی که اینا میخواستند که هم با ایران ارتباط داشته باشند دیپلماسی و هم روابطشان با دنیای غرب باشد تا ای که امو وضعیت اقتصادیشان یا چرخه اقتصاد یا چرخه سیاست واژگون نشود و بر هم نخوره. حالا معادله برعکس شده. دیدیم که سفرها علنی شد و ارتباطات علنی برقرار میشه. به یک نحوه اگر تهدید آمیز بر تهران است که گویا این کشورهای خلیج فارس، این کشورهای منطقه وارد یک جنگ مستقیم علیه تهران میشه، بر خودشان هم زننده تر است. چون که ما بررسی میکنیم زمانی که تهران یا هر کشور دیگه باشه روابط دیپلماسی رو با یک کشور دیگه داشته باشه، آشکار است که کدام خطر اینا رو تهدید نمیکنه و زمانی که وارد عکس العمل مستقیم میشن یا درگیری مستقیم احتمالش بیشتر میره که میان تهران و این کشورهای عربی پیدا شود یا رخ بده، طبیعتاً که اقتصادی کشور همچنان امنیت این کشورها من جمله عربستان سعودی، کویت، عمان و به ویژه امارات متحده عرب که روابطش با اسرائیل علنی کرده است بیشتر میشه. خب حکیمی، گزارش حملات عربستان و واکنش‌های نظامی در عراق آیا نشانه گسترش جنگ به کل خاورمیانه است؟ خب بستر جنگ در خاورمیانه اگر از ژرفای یا از دورنمای عمیق برش بنگریم میبینیم که اشاره برش کردم من در نخست. وقتی که روابط به این چنین میان دول یا دولت‌ها یا کشورها اتفاق میفته، بدون شک امنیت هم تهدید میشه، سیاست هم تهدید میشه و همان
آرامش یک کشور که داره در خور حفظ ساکنان او کشور، اینا همه تهدید میشه. حالا عربستان سعودی همچنان در امی انزوا قرار گرفته، در امی پرتگاه قرار گرفته که حالا وارد جنگ و نبرد مستقیم علیه ایران میشه. خب اگر کوتاه برش ببینیم یا کوتاه پیش بینی کنیم یا تنش آینده را یک کوتاه بنگریم، است که اگر این مرحله وارد یک جنگ مستقیم یا نبرد مستقیم شود، ببینیم ایران موشک باران میکنه، موشک ها شلیک میکنه و مستقیما به جاهای برخورد میکنه در عربستان سعودی که مربوط به خود عربستان سعودی میشه. یعنی هدف می که مربوط به آمریکا نمیشه، پایگاه های آمریکایی نیست، خود عربستان سعودی است. در اینجا ببینید که چقدر آسیب های زیاد به عربستان سعودی وارد میشه، به کویت وارد میشه و همچنان به عراق وارد میشه. عراق هم که حالا انتخابات تازه در اونجا برکنار شد و رهبر جدید آمد و بالاخره او هم آقای ترامپ به اظهارات شداد و گفت که شخص مورد علاقه ما حالا زمام اختیار را در عراق به دست داره. یعنی دیده میشه که حالا عراق هم به یک نحو متحد آمریکاست و آنچه که آمریکا و غرب میگویه عمل میکنه. حالا اگر بخواد که علیه ایران استفاده کنه، بدون شک استفاده میتونه. و یک مورد دیگه هم بانو حبیبی که برش اشاره کنیم که خود عراق یا کشور عراق در منطقه پایگاه های مخفی داشت که اسرائیل از اون منطقه ایران را در امی جنگ 40 روزه آماج قرار داده بود. یک پیام بسیار سخت و که پاسخ سخت را در قبال خود داشت برای عراق داره. عراق را وارد جنگ مستقیم با ایران کرده. هرچند من این گزارش را مرور کردم و در نهایت کار به نتیجه من رسیدم که در اونجا نوشته شده است در گزارش که اسرائیل عراق را وادار کرده بود، مجبور ساخته بود که به ما جای بده و در اونجا علیه تهران استفاده کنیم. به این شکل طوری که در گزارش ذکر شده یا در گزارش آمده است که به خواست عراقی کار نشده، البته با فشارهای آمریکا و اسرائیل این عمل صورت گرفته است. حالا ببینیم که چقدر آسیب‌های زیاد در ایران وارد شد و ایران از این ناحیه چقدر ضربات مهلک را خورد. پس دیده میتونیم که اگر به شکل کنونیش ادامه پیدا کنه، یک هشدار تند برای نه تنها برای آمریکا و اسرائیل بلکه بر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی تلقی میشه از سوی تهران به آنها. سپاس. حکیمی، این زنجیره تحولات را تا چه اندازه باید نشانه ورود خاورمیانه به یک مرحله خطرناک دانست؟ خب ایالات متحده آمریکا در یکی از گزارش ها که منتشر شده است که حالا آمریکا میگه که ایران به بمب اتمی نزدیک شده است. پیام های سیاسی، امنیتی و حقوقی زیاد در این نهفته است. از یک ناحیه اگر ببینیم فشار را بالای تهران وارد میکنه تا ای که همان خواسته هایی که آمریکا داره اونا را بالایش بقبولانه. یک و در کنار این پیام های حقوقی دیگه را که داره، پیام های سیاسی را که داره، ای است که به شکل نشان میده که ایران گویا یک کشور تروریست است و ما این حملات را که انجام دادیم مشروع است. به این شکل دنیا را برمیانگیزه و به دنیا میخواد که به دنیا قناعت بده که این حمله که آمریکا و اسرائیل کرده علیه تهران به یک نحو شکل قانونی خود را داره، مشروعیت خود را داره، چون که نمیخواد یک کشور دیگه از جمله ایران در اینجا بمب اتم داشته باشه و آن هم نام تروریست را بالای از او میگذاره که امنیت کشورهای منطقه و دنیا را در خطر میاندازه. به این اساس دیده میتونیم که و پیام دیگه است که آمریکا میخواد که وانمود کنه که جنگ علیه تهران به اتمام رسیده بود و حالا اگر ما این جنگ را ادامه میدیم فقط و فقط دفع کردن سلاح هسته‌ای و سلاح اتمی از ایران است. به یک نحو بر خود گفتیم که در کنار مشروعیت میخواد که یک زمینه سازی کنه تا اینکه جنگ را و تنش را علیه تهران ادامه بده. خب حالا
این زنجیره‌ای را که شما برش اشاره کردین، زنجیره تحولات نه تنها مربوط به ایران و آمریکا و اسرائیل میشه یا ایران که زیاتر خسارات را از جنگ آمریکا و اسرائیل متحمل شد، بلکه این زنجیره‌ای حتی امان که از نامش پیداست، چون که حیثیت زنجیر داره، کشور به کشور، منطقه به منطقه، حتی بیم از این میره که تمام دنیا را در بر بگیره. حالا آقای دونالد ترامپ با آقای شی رئیس جمهور چین دیدار را کرده است و در اونجا پیام‌های زیادی را رد و بدل کردند و در خصوص تایوان حرف زدند. خب تحولاتی که رخ داده است در منطقه و همچنان مواردی که آقای دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین مطرح کرده است، میشه که همان زاویه هایی که در آینده رخ میده یا مواردی که در آینده رخ میده بسیار مهم باشه. هرچند آقای دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران این مسئله را پس از اینکه دیدار کرده با آقای رئیس جمهور چین در تالار بزرگ خلق پکن دیدار کرده و او را بسیار زیبا ارزیابی کرده و گفته که ما بسیار خوش هستیم، خرسند هستیم از این دیدار و موارد خوبی را ما به دست آوردیم. سپاس از حضور حکیمی. به این ترتیب رسیدیم به پایان اخبار امروز. تا اخبار دیگر، خدا نگهدار.